در دهه‌های پایانی قرن 20 روسیه از دل یکی از بزرگترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان عبور کرد. شوروی فرو پاشید، اقتصاد دولتی سنگین جایش را به بازار آزاد داد و جامعه‌ای که ده‌ها سال در پشت دیوار آهنین زندگی کرده بود، ناگهان با واقعیت‌های سرمایه‌داری روبرو شد. در این دوران گذار، گروه کوچکی از بازرگانان نوپا که بعدها به اولیگارک‌ها معروف شدند، با استفاده از برنامه‌های خصوصی سازی، کنترل بزرگترین دارایی‌های کشور را به دست گرفتند. از نفت و گاز تا فلزات و رسانه‌ها. این قدرت تازه سیاست را هم زیر نفوذ کشید و روسیه را به صحنه‌ای تبدیل کرد که در آن ثروت و حکومت به طرزی بی سابقه در هم تنیدند. سالها بعد ولادیمیر پوتین وارد میدان شد تا این توازن قدرت را تغییر دهد. برخوردی که آغازگر نبردی پنهان بین دولت و اولیگارک ها شد، نبردی که سرنوشت روسیه پسا شوروی را شکل داد.